قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم بخير. عید همه سروران عزیزان مبارک باد. این ایام پربرکت دیگری که ازش کمی باقی هست، انشالله خداوند این ایام رو هم برکت دنیوی و اخروی رو برای ما قرار بده و حتی اون عزیزان و دوستان ما که در دیار دیگر و جاهای دیگر و مشکلات و معضلات روبرو هستن، خدا به اونها هم انشالله سعادت بده که عیدهای خوبی رو داشته باشن و معضلات و مشکلات مسلمین انشالله حل بشود. بله، این صفت مؤمن است که این ایام رو به عنوان خوردن قرار میدهد. خوردنش هم ثواب دارد، نوشیدنش هم ثواب دارد. زمانی که نخور نمیخورد، الان میگه بخور میخوره. یه موقع خوردنی ها هم ثواب دارد. شاید واضح ترین قضیهش توی قضیه مسئله خود رمضان باشه که حالا گذشته و رفته. تسحروا فإن فی السحور برکه. سحری بخونید که تو سحری برکت هست. امر کرده رسول الله صلی الله علیه و آله که علما میگن من باب استحباب هست که انسان بیاد بخوره و الا خوردن خود انسان است، لیکن با این حال اجر و ثواب دارد. در میزان حسنات انسان در روز قیامت من جمله ثوابها و اجرهای خودش خوردن سحر رو میبیند. و خوردنی های امروز هم به همین صورت، زیرا امر خدا رو اجرا میکنیم. ممنوع کرده که روزی نگیریم در ایام چهارگانه، حالا عید و 3 روز بعدش. و انسان مومن مطیع است، اطاعت میکند، فرمان بردار پروردگارش هست. هرچی به او گفتن اطاعت میکند، گوش به فرمان است. سمعنا و اطعنا. پس در هر حال صفت این انسان مومن است که سلوحه زندگی خیش را کلام خداوند عزوجل و فرمایشات رسول الله قرار میدهد. در هر امور زندگی حالا باشد، تنها بحث عبادت ها نیست، در کل امورش. زیرا به تعبیر خود قرآن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به اون راه انسان راهنمایی میکند، به اونجا انسان را میکشاند و به دیار انسان را میرساند. هی اقوم، پایدارتر است، دقیقتر است. اینه که انسانمون سلوحه زندگی خودش، همه چیز خودش رو اول ببینی در اون کتابی که همراهش فرستاده شده به عنوان راهنما و هدایتگر، هدی للمتقین. در جایش میگرده که در فلانجا چطور بکنم، در عبادت چطور باشم، در خوردنی چطور باشم، در اخلاق با خانواده چطور باشم، در بازار چطور باشم و الی آخرش کل اموری که حساب بکنیم. یعنی گفتم قرآن به عنوان یک کتاب هدایتگر است که میتونه در تمام امور انسان راهنما و راهگر باشد. و قرآن سبحان الله اومده از روش‌های متعدد برای راهنمای انسان و اینکه انسان رو بیاد به سوی خودش بکشاند استفاده کرده با جملات متعدد. یک موقع انسان رو ندا میزند یا ایها الناس، خطاب به همه میکند، چه مسلمان است چه کافر است. یک موقع خطاب به توی مؤمن است، یا ایها الذین آمنو. از اون دایره بزرگترش میاد یک محدودتر میکنه تا تو رو بیشتر به سوی خودش بکشاند که خطابم به توی مؤمن است. کاری به اون بی ایمانها و ملحدینی که اهمیت به گفتار من نمیدهن کاری به اونها ندارم. با تو سر خطابم است ای مؤمن.
یک موقع تشویق وار میاد، تعالوا بیاین بشتابین، تشویق میکند. در عین حال از تشویقات وقتی استفاده کنه از ترهیبات هم استفاده میکند، زیرا از صفت رسول الله صلی الله علیه و آله که مثلا قرآن حال خوش معرفین بشیرا و نذیرا، قرآن هم که به عنوان کلام خداوند همینطور است. اگر با این تشویقاتش سعی میکنه انسان رو تشویق بکنه به سوی خودش بکشاند، در مقابل اونهایی که خلاصه رو میگردونن از یا ایها الذین آمنوا نیستند، فکر نکنن که خدا کار اونها ندارد، برعکس اشاره میکنه دیگه، اونها رو هم میترسونه، خطاب اونها هم میکند. والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا. والذین کفروا لهم نار جهنم، اونم آتشی که چی دارد؟ لا یقضى علیهم فیموتوا، این نیست که تمام بشود و قضیه تمام بشد و بمیرن، فیموتوا، نه، ولا یخفف عنهم من عذابها كذلك نجزی كل کفور و هم یسترخون فیها. چون تخفیفی نیست، چون مردنی معنا ندارد در جهنم، فریاد میزنن، ولی مگر فریادها فریاد رسی رو هم پیدا میکند که به داد اونها برسد. ندا میزنن ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، غیر از اون چه انجام میدادیم. یکی خدا به خودت، اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، کافی نبود 30 سال 20 سال تجربه، اون همه عمر گذشت، چرا تجربه کسب نکردی؟ تجربه بود، فهمیدی، لیکن وقتی دل کور باشد نمیفهمد. مهم این که از این جانب هم قرآن استفاده می کند برای اینکه انسانها رو به سوی خودش بکشاند و اونها رو متوجه بکند. یک موقع هم میبینیم خداوند عزوجل برای اینکه ماهای موجود الان در روی کوه زمین در هر عرصه رو متوجه قضیه میکند، یادآوری امتهای گذشته میکند. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، مگر گزارش به شما داده نشد؟ اوراق تاریخ رو ورق نزدین؟ گذشته ها رو ببینین، قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، حتی آنهایی که بعد از اون آمدن. حتی در جای قرآن بازم اشاره میکنه نه تنها اونهایی که آمدن و گذشتن، بلکه اونهایی که تاریخ حرفی آنها نمیزند، لا یعلمهم الا الله، فقط در اون علم خداوند عزوجل از اون امتها فقط مونده است، هیچ چی دیگر باقی نمونده، خبر از اونها نیست برای ما، از اونها چیزی نمیفهمیم. پس باید از اونها برای ما نقل میکنه تا متوجه قضایا بشیم، بر بگردیم. یک موقع هم میاد از اون دایره بزرگ تاریخ شخصیت ها رو انتخاب میکنه. شخصیت ها رو، خب انبیا که در رأس قضیه، از انبیا سخن میگوید، از پیامبران، از مخلصترین انسان ها سخن میگوید که دعوت اون مخلصین ها هم یک موقع قلوبی سنگوار و نرم نمی کند. دیگر ما کسی مخلصتر از رسول الله هم که نداریم، ولی با این حال دلهای سنگی هم وجود داشتن که میگفتن خدای اگر این حق است، اللهم ان کان هذا والحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، سنگبارانمون بکن اگر حق است گفته محمد صلی الله علیه و سلم، اگر قرآن حق است ما رو سنگباران بکن. انسان عاقل اینطور نمیگوید، اگر بفهمه قضیه حق است خب از خدا میخواد راهنمایی بکن و به اون توفیق هدایت بدهد. اینکه بیام از مخلصترین انسان هم خدا سخن میگوید که اونها چه کار کردن. یه موقع میاد از غیر انبیا سخن میگوید، از اونها بحث میکند. لقمان حکیم که سوره به نام او هست، پیامبر نیست، انسان صالح و متقی هست و گفته شده که حتی از هر چهره سیاه بوده، سیاه چرده بوده، بعد حتی ذکر کردن حالا غلام بوده، شاید صحت این قضیه تا چه حد الله اعلم. لیکن مسئله این است که خداوند عزوجل این شخصیتی که پیامبر نبوده یک سوره رو به نام او قرار داده، نصیحت های اون شخصیت بزرگوار رو برای فرزندش که نصیحت میکنه برای ما نقل کرده است. یه موقع هم میاد از شخصیت ها، اگر این حکیم است نصیحت هایی داره راهنمایی میکنه، یه موقع از سردمداران هم سخن میگوید. میاد از ذوالقرنین سخن میگوید. ذوالقرنینی که میآید شرق و غرب رو طی میکند، گرچه تاریخ ما خیلی ضعیف در این مورد است، چیزی نمیفهم. اگر قرآن سخن نگفته بود شاید چیزی نمونده بود اصلا.
المهم میآید قضیه ذوالقرنین رو مطرح میکند، سخن از ذوالقرنین میزند که خلاصه اون حکومت، پست، جایگاه، مقام، سلطنت، فتح دنیا او رو مغرور نکرد، او رو مغرور نکرد که به خود ببالد، بلکه همیشه بحث احسانش با صلحا هست، توبیخ و زندان کردنش برای اونهایی است که تخلف از امر خداوند عزوجل میکنن. همونطور در سوره کهف خداوند عزوجل در بدایت داستانش که سوال است میکنن از ذوالقرنین توضیح میدهد، اونجا خداوند اشاراتی بون دارد. یک موقع میآید برای راهنمایی به طبقه دیگری مثلا میچسبد، میاد از جوانان خاص سخن میگوید، خطابش به جوانان است، سوره هم به خاطر اونها نام روش میگذارد. سوره کهف سخن از جوان است، از جوان متقی که یک موقع فکر نکند بازار کساد است، نمیشه مال حلال خورد، فساد همه جا رو فرا گرفته، ماهواره ها هست، سیدی های مبتذل است، فلان است، بهمان است، این همه مسائل نمیشه با تقوا بود. گوش زد میکند نه، زمانی کفر و الحاد، نه تنها فسق و فجور، همه چیز بود، ولی جوانانی هم پیدا میشوند، فتا دیگه جوانانی هم پیدا میشوند که دیار نه تنها بازارش، نه تنها خانهش، همه چیز رو رها میکند، میگذارد به خاطر ایمانش، به خاطر رضایت خداوند عزوجل. گفتم نه برای ریال و درهم، حتی دیار رو هم ترک میکند، دست خالی فرار میکند و میگذرد. پس نقل میکند تا ما رو راهنمایی بکند که پند بگیر، از اینها یاد بگیریم. و باز هم میبینیم قرآن اگر از خود انسان ها سخن میگوید، از تاریخ سخن میگوید، از شخصیت ها سخن میگوید، یه موقع ما را هم به سوی میکشاند که به ما حولمون نگاه بکنیم. قل سیروا فی الارض فانظروا، بنگرین، نگاه بکنین. خب این نگاه کردن ها گفتیم همون مسائل تاریخی و انسان ها و شخصیت ها میتونه باشد. یک موقع میبینیم قرآن سر سخنش از مخلوقات غیر خود انسان هم هست، از مخلوقات سخن میگوید، سوره ها رو به نام اونها میگذارد. سوره نحل زنبور عسل، سوره نمل از مورچه سخن میگوید، از عنکبوت سخن میگوید، مثال بعوضه را میزند. میگم سوره هایی هست که خداوند عزیز میخواد انسان مؤمن حال که به خودش مینگرد، به اون چه مال حولش هم هست دقت بکنه، بنگره و نگاه بکنه. افلا یبصرون، چرا نمی نگرن، چرا نگاه نمی کنن؟ اینجا بعدم مثل اول سخن باید بگم که همونطور یه موقع خوردنی ها هست ممنوع میشه، یه موقع میگه بخور ثواب داره، اینجا هم یه موقع دیدنی ها ارزشمند است، باید نگاه کرد، یه موقع میگه نه نگاه نکن، ممنوعش وجود داره تو قرآن. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنین بگو چشمهاشون رو از چشم‌درای نگه بدارن. پس نهی است، این نگاه نه. حالا هرچی از این بعد ادامه داشته باشد که به چشم از دیدگاه شرع ممنوع باشه، مستقیم باشه که انسان به نامحرمش نگاه بکنه، یک حرامی نگاه بکنه، از شاشه یک تلویزیون باشد، از عکسی باشد، از هر کانالی که الان بخواید تصورش بکنه، کلمات قرآن دقیق است، ممنوع که چشم‌چرانی هر چی باشد. به زنان مؤمن خطاب می و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، به اونها هم چین خطاب میکند، چون چشم حساس است، اولین تیرها اینجا شروع میشه. با اینکه میتونست با این جمله اولی که خطاب به مردان میکنه خب زنان زیر این قضیه هم قرار بگیرن، ولی اختصاص میدهد که زنان قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اینها هم باید دقت بکنن، چون جای دقت است، تیرهای اول از اینجا شروع میشه. پس این شد ممنوع. اما گفتیم جایی هم وجود داره برعکس، مثل اینجا گفتید فسیروا فی الارض فانظروا، بنگری، اینجا باید نگاه کرد، باید دید به ما حولش. چرا؟ چون غیر از ما امتهای دیگر، مخلوقات دیگر، موجودات دیگر ما حول ما وجود دارد که باید ما بنگریم ببینیم اونها هم به عنوان مخلوقات خداوند عزوجل یک موقع درس عبرت برای انسان، یک موقع پند، یک موقع ازدیاد ایمان می آورد. وقتی به اونها می نگره از ایمان انسان
زیاد خواهد شد، ازدیاد پیدا میگیره، افزایش پیدا میگیره. پی به چی میبرد؟ به این که خالقش چقدر عظمت دارد، چقدر قدرت دارد. که از میان اینها، چون بحث مخلوقات کردم، به اون چه در نماز خونده شد میخوام اشاره بکنم. بلی امتی از امتهایی که در قرآن سوره هم به نامون هست و خداوند عزوجل از اون سخن میگوید، بحث امتی از امتها به تعبیر قرآن که قضیه مورچه ها باشه سخن میگوید و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه قل الا امم امثالکم. قرآن اشاره میکند اینها امتها هم هستند، اینها هم برای خودشون پس نظامی دارن. عجیب است که وقتی انسان مینگرد و میبینه نظام سیاسی داره، نظام اقتصادی دارد، نظام اجتماعی دارد، نظام حکومتی دارد، همه امور رو داره برای خودش، پس امت است به تعبیر قرآن. بعد اشاره میکنه قرآن که ما در هیچ افراط نکردیم، یعنی در این قرآن همه ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در اون چی در کتاب کمرسی نیست، یعنی همه مسائل رو در حد خودش اشارات و توضیحاتی رو داریم. خدا اشاره میکنه و بعد وقتی اشاره میکنه همین امت هن، ولی همین کجا برمیگردن؟ ثم الی ربهم یحشرون، ولی بدونین ولی آخر مسیر نام همانند شما برگشتی خواهد داشت، برگشتی خواهد داشت. اما این امت رو یه مقدارش حرف بزنیم، امتی که قرآن گم سخن از اون میزند، حرف میزند، یه مقدار از اونها یاد بگیریم، یه چیزهای اونها پند بگیریم. میگن که دانشمندان تو یک بیابانی صحرای برهوت بی آب و علف رفتن، تو صحرای بی آب و علف که هیچی نبود، میخوای یک سری تحقیقاتی بکنن در روی جامدات و الی آخر. چیز عجیبی که توی میان صحرا بود این بود، قطعه زمین کوچیکی 5 سانت در 5 سانت، 5 سانت در 5 سانت، خیلی قطعه کوچیکی هست، توش برنج کاشته شده بود. تعجب کردن، برنج توی بیابان بی آب و علف، اونم برنج که آب زیاد میخواد، کشاورزش کی هست؟ زارعش کیه؟ بعد از تحمل و ایام صبر کردن که ببینن قضیه جدی هم، بله سرکله مورچه ها پیدا شد، بعضیا دارن دونه ها رو میارن، بعضیا آب در دهنشون قرار از مسیر دور دارن میارن تو بیابان، دارن میگم دارن حملش میکنن، دارن برنجکاری میکنن. حس همکاریشون در کنار هم قرار دارن، اومدن کار رو انجام میدن در بیابان برهوت. میگن برنجی که خیلی هم آب میخواد، کی بهش یاد داده؟ کی به این مخلوق این چنین یاد داده که این کار رو بکنه؟ اونم کشاورزی، زراعت هم بکنه. جالب که نقل میکنن وقتی اینها مدت ها نشستن ببینن چه کار میکنن، حتی گیاه هرزه که میاد بغل باغچه انسان، میگه گیاه هرزه بغل اونها برون میاد، اونا رو قطع میکردن، نمیذاشتن گیاه هرزه بارا بیان. ماها تحمل کردن، اینها هر روز آب میوردن، به این برنج‌ها آب میدادن تا برنج‌ها رشد کرد، بزرگ شد، موقع ثمرش رسید، دو گروه تقسیم شدن، گروهی بالا رفتن دانه‌های برنج رو از بالا مینداختن پایین، گروهی هم پایین دانه‌ها رو هم میبردن به محلی که سوراخشون بود. سبحان الله، کی یاد داده؟ میگن خداوند، خدایی که توی بیابانش کسی رو ضایع نمی، مورچه به اون کوچولو که ما هیچ ارزشی براش قائل شد نباشیم فکر میکنیم ما رو ضایع میکنه. پندش اینجاست، ما رو ضایع میکند توی مؤمن با ایمانت، با تقوایت، با همون نماز، با همون روزه است. بله قدم میلغزد ولی تو رو ضایع میکنه. دل به کسی دیگر میبندی، دل رو به دیگر میدهی؟ نه، دل رو به او باید داد. این نظام اجتماعیشون گفتم از همکاری ها که در کنار هم با هم همکاری میکنن. مسائل سیاسی هم دارن، میگوین یک موقع میشود که با هم درگیر بشن، قومی از مهاجمین به سوراخ حمله بکنن، برنامه ریزی میشود، نتیجه جنگ شدیدی بین مورچه ها رخ میدهد، درگیری هست، اسیر میگیرن، زندان دارن، افرادی رو از جای دیگر اسیر میکنن میارن در مقابل که از این به بعد هجومی نباشد. اینم از بحث های، حالا نمیخوام بگم علمیش
بحثش بکنم همین در این حد که این مسائلم دارن. بعد تو مسائل اخلاقیات هم، مسائل اخلاقی هم بین خودشون هست. مسائل اخلاقی، صداقت، راستی، این که در کنار هم باشن، از هم دفاع بکنن، در کنار هم قرار بگیرن. یکی نقل میکرد میگفت که قطعه شیرینی کوچولوی روی زمین افتاده بود. اون قطعه شیرینی مورچه آمد تا قطعه شیرینی رو برداری، خب سنگین بود، نتونست. اینی که رفت هم نوعانش رو خبر بکنه که بیایین که اینجا شیرینی هست. میگه من تا رفتن این و برگشتنش قطعه شیرینی از زمین بلند کردم. قطعه شیرینی از زمین بلند کردم. اون مورچه با دوستانش آمد دیدن که شیرینی وجود نداره، خلاصه برگشتن. میگه من دوباره شیرینی به زمین گذاشتم، مورچه دوباره اومد دید شیرینی هست، برگشت، موجودم برگشت اونها رو خبر کرد. میگه تا آمدن من دوباره شیرینی رو برداشتم، اینا دوباره نگاه کردن شیرینی نیست، رفتن. بار سوم این مورچه کوچولو دوباره برگشت، من شیرینی گذاشتم، دیگه برای شیرین سر جای خودش هست که مجددا رفت اونها رو خبر کرد که بیاین شیرینی گذاشته وجود داره که. میگه تا برگشت من این بار بعد شیرین رو برداشتم. میگه این بار وقتی مورچه ها دیدن که این مورچه این طور باشون رفتار، یعنی به اصطلاح مورچه دروغ دارن میگن بهشون، دروغ داره اونها، میگه دورش حلقه کردن، حلقه دورش گرفتن و به یک بار هجومش بردن، قطعش کردن، تیکه تیکش کردن. دروغ میخواد دروغ بگه به ما. صداقت پند است برای انسان مؤمن که صادق باشد. کونوا مع الصادقین، با صادقان و راستگویان باشیم. و به تعبیر رسول الله میگفت که میگم بحث پند دیگه، ما پند بگیریم دیگه، میفرمود که انا زعیم، حدیث در سنن ابی داود حدیث صحیح است، انا زعیم ببیت فی ربض الجنه، من ضمانت به خانه و قصر رو در بهشت میکنم، برم در گوشه های بهشت، لمن ترک المراء و ان کان محقا، من ضمانت کاخی رو در اطراف بهشت میکنم برای این کسی ریا رو جدال رو کنار بگذارد، اگرچه حقم با خودش باشه. از این مسائل دینی، تو مسائل دنیوی محق هست لیکن جدال رو کنار میگذارد، من این ضمانت رو بهش میکنم. دو، و انا زعیم، بازم منم که ضمانت میکنم، به بیت فی وسط الجنه، در وسط بهشت، برای کی؟ لمن ترک الکذب، اونی که دروغ رو رها بکنه، و ان کان مازحا، و اگرچه این دروغ هم به شوخی باشد. صداقت و به تعبیر دیگر رسول یهدی الی الجنه، انسان رو به سوی بهشت خداوند عزوجل میکشاند. همون راستی که میگم بازم جا داره که ما یاد بگیریم دیگه، که مؤثر در امور زندگی انسان، در خواب انسان، اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، اون راست بود خوابش درست تره که حرفش هم راست‌تر باشه. حالا مورچه دروغ میگه چین توبیخش میکنن، جا داره که ما هم پند بگیم و در امور به قول معروف صادق باشیم. حالا این دو تا مسائلی که بنده زدم، مسائل قضیه اجتماعیشون و مسائل سیاسیشون به قول الله، اونا خیلی برنامه دارن، طبقات زندگیشون، نمیدونم بیمارستانهاشون، حیواناتی که همانند گله دارن و الی امور آخرش که دیگه بحث شاید بنده در اون حد معلوماتم نباشه. حتی منظورم این است که یعنی این نظام‌های متعدد رو دارن. این سه تا یا دو تا از مسائل‌هایی که ذکر شد. بعضی این مسائل‌ها اینو میخوام بگم که دانشمندان بعد از تحقیقات، حالا چه کافرش بگیم چه مسلمانش، کلا بحث اونهایی که حشره شناسن و در امور حشره شناسی تحقیقات میکنن، اعلان کردن و گفتن که ما بعد از این تحقیقات مطلب اینجا پی بردیم که اصلا مورچه ها دقیقاً نظام دارن، تمام نظامشون عین امور انسان ها، قاضی دارن، فلان دارن، پیر دارن، جوان دارن، ماده داره، نر داره، فقیر داره، تاجر داره، این آخر همه چیز متعدد رو داره. به این نتیجه رسیم که اینها همانند یک امتن، اینها یک امتی همانند ما هستن. علما اسلام بهشون گفتن شما هم چندان کاری نکردید که حالا خیلی دارین به خودتون بقول افتخار می‌ورزین. خب این قرآن ما قبلا گفته دیگه، و ما من دابتن، و خود نملم دابه هست، راه میره دیگه، دبه یدو راه میره.
و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی، یا همون بازم پرنده ای تو آسمان باشه، الا امثالکم، الا امثالکم، امتهای همانند شما هستن. میگن کم، کاف خطاب به انسان ها هست، همانند شما. کم میم هم داره، میگه میم مثلیت به تعبیر عرب ها، میم مثلیت یعنی مثل شما، نظام داره، همه چیز دارن. البته دانشجویان تعجب کرد از این قضیه، گفتن عجیب، یعنی قرآن شما اینطور اظهار میکنه که اینا امت از قبلا بیان کرده؟ بله. علما گفتن بله واقعا همینطوره، قرآن ما این اشارات رو داره. گفتن حالا شما دارین قرآن خودتون به رخ ما میکشین. خب یه قضیه میخوام بگیم به شما، به علما گفتن یه مسئله میخوام به شما بگیم. گفتن چیه؟ گفتن یک مسئله هست که اون مسئله ما کشفش کردیم، فکر نکنیم شما مسلمین از اون چیزی بدونید و معلوماتی داشته باشین. علما گفتن چی هست حالا که دارین حرفش میزنین؟ گفتن که تا سال 1800 میلادی به اون صورت بحث تحقیقات و فلان در بوی حیوانات بوده، ولی در حدی کوتاه، نه چندان زیاد. حالا این 200 سالی هست بقول یه مقداری معلومات بوده با کشف کامپیوتر و دستگاه‌های قوی و اونایی که اصوات رو بسیار ریزش رو جذب میکنه و ثبت میکنه و ضبط میکنه. این مسئله میخوام بگیم که با این مسئله میخوام اینو بگیم، یعنی اون دانشمندان اظهار کرد در مقابل علمای مسلمین که تا 200 سال قبل چنین چیزی نبوده. ما جدیداً این قضیه رو کشف کردیم که مورچه ها حرف میزنن، زیرا تا اون موقع اعتقاد همه اندیشمندان و دانشمندان بر این بود که مورچه ها با اون دو تا شاخکاشون به هم اشاره میدن و با اشارات، یعنی به قول حیوانی هست کر و لال، حرف نمیزنه، شنوایی نداره، فقط با اشارات به هم اشاره میکنن و کارا رو انجام میدن. ولی ما با وجود این وسایل پیشرفته الان ثابت کردیم نه، مورچه حرف میزنه، سخن میگوید، اون اشارات بحثی دیگری هست، سخن میگه. جواب و پاسخ علمای مسلمین در این بود که خب اینم که شما دارین اظهار میکنین و سخنم میزنین و دارین میگین که این چیز تازه‌ای هست، چندان هم چیز تازه‌ای نیست. بازم قرآن ما اشاره‌ای به اون کرده، بازم اشاره تو این قضیه هست. گفتن چطور؟ حالا قرآن شما که الان 14-15 قرن ازش گذشته، توی قرآن شما این مسئله که مورچه حرف میزنه کجا وجود داره؟ اونم پیامبری که شما میگه که یک پیامبر ناخوانده هست، امی هست، خوندن بلد نیست، تو یک امتی هم بوده که از تمدن چیزی سرشون نمیشته. میگیم بله، همینجا اعجاز قرآن است، همینجا حقانیت دین ما را میرساند، همینجا اثبات قرآن کلام خدا هست، نوشته محمد نیست. بحث اعجاز اینجا مطرح میشود. بله، حقانیت دین ما که دین ما رو اثبات میکند، کلام بودن قرآن رو اثبات میکند، که ایمان انسان رو اضافه میکنه، اینجا ثابت میشود. چی میگه خداوند در داستان سلیمان؟ چه سخنی دارد؟ زمانی که سلیمان به حرکت در می آید و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس، همه حرکت کردن، یک موقع یک موجود کوچکی سخن میگوید. چی هست؟ قالت نملة یا ایها النمل. قالت برای همه واضح هست، چون نمله هست مؤنث اومده، قالت نگفت قالت، پس سخن میگوید. البته اون دانشمندان تعجب کردن، گفتن پس این قرآنی که شما دارین واقعا جای تحقیق داره در این صورت. اگر این طور مسائل رو داره و جای تحقیق داره. گفتیم بله، جای تحقیق. ببین دنبال قرآن ما باید هم دنبال قرآن باشن، تحقیق هم بکنن. البته با این یادآوری، اگر این سخنان رو میگیم، این مسائل به عنوان معجزه قرآن ذکر میکنیم، اینو یادمون باشه. قرآن کتاب جغرافی نیست، کتاب زیست شناسی هم نیست، کتاب علوم هم نیست، کتاب جبر و مثلثات هم نیست، کتاب تاریخ هم نیست، کتاب هدایت است، هدی للمتقین. اما برای اعجاز اشاره دارد. اما آنهایی که میان همیشه این دور و بر این میچرخن که بیان ثابت بله فلان مسئله علمی ثابت شده، تو قرآن هم وجود داره. کار ما این نیست. گفتم قرآن کتاب هدایت است، لیکن یک موقع برای گوش زد کردن انسان که انسان رو متوجه بکنه، یه موقع اشاراتی شاید داشته باشه.
و الا قرآن به جز کتاب هدایت چیزی دیگری نیست. المهم علما گفتن حال که شما میخواین دنبال قرآن بیفتین، تعجب از قرآن ما میکنین که ما هم میگیم کلام خدا هست، گفتار محمد نیست، دنبالش بیفتین، یه چیز جدیدتر ما به شما میگیم که شما کشفش نکردین، که شما تا حالا کشفش نکردین. به تعجب کردن چی هست که ما کشفش نکردیم، اونم بازم قرآن شما و کتاب شما بازم از اون سخن میگوید و علم ما به اونجا نرسید. حالا ما گفتن خب شما میگین که مورچه ها حرف میزنن، از کجا میفهمین؟ از کجا شما میفهمین مورچه ها حرف میزنن؟ سخنشو شنیدین؟ گفتن نه ما سخن نشنیدیم، لیکن وقتی اون دستگاه های قوی رو میگذاریم بغل سوراخ مورچه ها، توی صفحه کامپیوتر حرکاتی که اشاره میشه بالا پایین میزنه، توی اون نوارهایی که گرفته میشه مشخص میشه که اسماتی داره از اونها خارج و سخنانی رو میزنن و گفتارهایی میگن. ما از این میفهمیم. حالا ما گفتم خب این که برای ما هم قبلا گفتیم که سخن میگن، حرف میزنن، قرآن ما ثابت کرد. حالا بلدین ترجمهش بکنین؟ بلدین ترجمه بکنین همینا رو؟ گفتن این که برای ما ممکن نیست. این ممکن نیست ترجمه کردن. آخه ما که زبان مورچه ها بلد نیستیم. این حرکات ثابت کننده این فقط یک سری مسائله، اما این که ترجمهش بکنیم به زبان نه. حالا علما گفتن به هر زبان دل خودتون میخواد. گفتن این دیگه انسان تا حال عاجزه، ممکن نیست، زیرا سلیمان است که علمنا منطق الطیر، او هست که سخن حیوانات رو میفهم که اینجا اشاره به پرنده. گفتن اما حال شما ترجمه نمی کنین، بگیم با چه زبان حرف میزنن. گفتن بازم نمیدونیم. خب سوال دیگه، مورچه با چه زبانی حرف میزنه؟ ایرانی حرف میزنه، مورچه عربی حرف میزنه، انگلیسی حرف میزنه، ترکی حرف میزنه، اصلا جزیراتی حرف میزنه، به چه زبانی حرف میزنه؟ زبانش چی هست اصلا؟ خب سوال انگیزه. اگه بگیم خب یک زبان، خب عرب بگیم، خب نه دیگه عربی که نیست، بگیم تعصب ایرانی گریمو گل بکنه بگیم فارسی حرف میزنن، خب نمیشه گفت فارسی حرف میزنن که. پس چی دارن؟ میگیم اونها به زبان مورچه‌ای حرف میزنن. حال کی میتونه ترجمهش بکنه؟ خداوند است که به اونها یاد داده، یه موقع بعض از افرادش یاد میدهد دیگه. و اینجا همون بحث نقل اون چه مورچه گفت برای سلیمان، قالت یا ایها النمل، سخن داره میگوید، قرآن داره ترجمه میکنه زبان مورچه‌ای رو به زبان انسانها، چیزی که بشر تواناییش رو نداره. یا ایها النمل. حال شاید اینجا هم نکته جالبی باشه که وقتی این مورچه سخن گفت سلیمان خندید، فتبسم ضاحکا من قولها. آخه چی شد سلیمان خندید؟ باعث تبسم سلیمان می شود که سلیمان بخنده و چهره خندان داشته باشه. قرآن برای ما نقل بکنه چی گفت آخر مگر این مورچه کوچولو چه کاری، چه حرفی زده؟ میگن حرفی زده خیلی مختصر، ولی اینقدر مختصر است و کوتاه، اما در اعجازش و فصاحت هیچ فصیحی نمیتونه حرف بزنه. 3 جمله میگوید. قالت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. یک، خطاب به اونها میگه که ای مورچه ها ادخلوا مساکنکم، وارد سوراخاتون بشین، امر میکنه. پس این یک کلمش، یک اعجاز است. ادخلوا مساکنکم، وارد سوراخاتون بشین. 2، تحذیر، لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. مشکل مگه چی وجود داره؟ چرا بریم وارد سوراخ بشیم؟ یک سخن کوتاه، لا یحطمنکم، سلیمان و لشکر لهتون نکنن. خب آیا سلیمان عمدن این کارو میکنه؟ از روی عمد نه. بعد از این که امر رو گفت، تحذیر رو گفت، بر حذر باشین، عذر سلیمان هم بیان میکنن. میگه امر، تحذیر، بر حذر بودن و عذر و تعذیر سلیمان بیان میکنه. و هم لا یشعرون، زیرا سلیمان در جریان قضیه نیست. و نگفت لا یبصرون، نه که نگاه نمیکنه.
زیرا انسان با شعورش خیلی چیزای دقیق رو دنبال چیزای دقیق میگیره، ریز ریز. ولی مثلا یه ستونی هست، یه چیز بزرگ جلوی انسان میفته، خب با چشش میبینه. اما چیزهای کوچک با دقت بکنه دیگه، با دقت بنگره. اینی که میگه و هم لا یشعرون. این جمله زیباش باشه که سلیمان علیه السلام به تبسم بیفتد و شکرگزار خداوند عزوجل. نه که بازم مغرور شه که خب من میفهمم، بلکه باعث شد که سلیمان علیه السلام از این گفته این مورچه خنده‌ای بزند و اون جمله مشهورش که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا. شکر این رو به جا بیارم، اون چه بر من منت نهادی، بر والدینم و عمل صالحی رو انجام بدهم. این گفته های سلیمان بود. البته در خودتون این به عنوان اعجاز قرآن و اینکه هدف این بود که یه مقدار بفهمیم که مخلوقات دور بر به چه صورت هستن. حالا به دنبال شاید این نکات مطرح بشه که خب این مورچه ها حکمشون چه هست؟ این مورچه ها مخلوقات دورمان هستن. در بحث کشتنشون و عدم کشتنشون بحث های فقهی داریم. بنده به دو تا نکته کوچیک شاید اشاره بکنم. مورچه‌ای که در قرآن مطرح هست الان اینجا توی قرآن سخن آمده همین مورچه ها نیست. بحث اون مورچه فارسیش مورچه سلیمانی، بحثی که معمول قرآن ازش کرده یا بگیم مد نظر شرع هست در منهیات از اونه که در حدیث رسول الله نهی کرده از کشتنش، نهی کرده در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اون که ابن عباس نقل میکنه که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن قتل 4 من الدواب، نهی کرد از کشتن 4 تا حیوان. اشاره فرمود النحله و النمله و الهدهد و السرد. این 4 تا رو ذکر کرد. نحله مشخصه زنبور عسل، و النمله که همین بحث مورچه هست، و سرد و الهدهد هم شانه به سر به ترجمه فارسیش که بعدم در ادامه داستان سلیمان سخن از اون میاد دیگه، در خود قرآن اشاره کرد و سخن میگه. و سرد بهش میگن ورکاک، میگن گنجشک به قول معروف شکار میکنه این حیوان. مهم که شاهد ما در این است که در اینجا نهی کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم. خطابی رحمه الله که از علمای بزرگ حدیث است اشاره میکنه که علت این نهی چی هست، که چرا نهی شده. میگن به خاطر این که این مورچه ضرر یعنی اذیت نمیکنه به طور عادی اذیت نمیکنه. اگر موذی باشه که میشه کشتش، ولی این چون اذیت نمیکنه انسان رو به این دلیل. اما نه علتش خب زنبور عسل فواید داره دیگه. و اما سرد و هدهد، درسته هدهد میتونه بازم راه رو نشون انسان بده در قضیه آب اینها، لیکن میگوین علت در اینجا که نه شده از کشتن اونها، میگن اگه در شرط چیزی منفعت نداشته باشه، ضرر هم نداشته باشه، منفعت نباشد ضرر هم نباشه، اینجا نه در این مورد به دلیلی که میخواد ثابت گوشت اینها حرام است، گوشت اینها حکم تحریم رو داره. این سخنی است که خطابی رحمه الله در سخنان خودش در شرح این حدیث بیان میکنه و در سنن اشاره میکند به اون. اینی که در کشتن ها دقت بکنید. البته دین ما دین عدالت است. دین این است که سعی میکنیم حقوق دیگر رعایت بکنیم. در حدیث صحیح دیگر در صحیح بخاری مسلم میخوانیم که پیامبر از پیامبران خدا، نبی از نبی‌ها، البته این نبی نمیدونم موسی یا یوشع باشه، روایت صحیحی وجود نداره. اشاره کردن بعضا که یوشع بوده یا موسی بوده و الی آخر، لیکن روایت صحیحی نیست. میگه که یک بار در حدیث صحیح بخاری اومده که نبی از انبیا زیر درختی آمد برای استراحت یا هر چی بود که استراحتی بکند، مورچه رو گاز گرفت. وقتی مورچه رو گاز گرفت، این دستور داد که وسایلش از زیر اون درخت بیرون ببرن. وسایل وقتی بیرون بردن، دستور داد که بیان و محلی که مورچه ها بودن سوراخشون بود آتش روش بذارن تا اون سوراخ آتش بگیره. خداوند عزوجل این نبی خویش را زیر سوال میبرد، پیامبرش رو زیر سوال برد که حلا نملة واحده، به خاطر یک مورچه چرا همه رو یکی گاز گرفت، همون مثلا از بین میبرده، چرا بقیه چرا این کار سرشون در میاریم؟ و در یک وقت اومده که فی ان قرست که نملة احرقت امه من الامم تسبح، یکیشون اذیت کرد، تو اومدی یک امتی که تسبیح میگوید، یاد خدا میکنه، تو آتش میزنی. تسبح
زیرا مورچه ها دعا هم میکنن، تسبیح هم میگوین که در حدیث صحیح میخونیم که رسول الله اشاره میکرد که خداوند ان الله و ملائکته، خداوند و ملائکه و حتی النملة و حتی مورچه فی جحرها و حتی الحوت فی البحر و حتی اون ماهی که در دریا وجود دارد چه کار میکنن؟ خداوند، ملائکه، مورچه و ماهی چه کار میکنن؟ لا یصلون علی معلم الخیر، درود میفرستن بر انسانی که دیگران راهنمایی میکنه، خوبی ها رو به دیگران یاد میدهد. هر خوبی به دیگران انسان یاد میشه معلم خیر دیگران، پس دعا میکنه، تسبیح خداوند عزوجل میگوید، به یاد خدا هست. یعنی که این نبی زیر سوال میرود که چرا امتی که تسبیح میگوید او را آتش میزنی؟ این کار رو نکن. پندی دارد اینجا. پس همه مخلوقات در یاد خدا اند، همه مخلوقات خداوند خدا شناسند. یک موقع انسان فکر میکند خب توی دنیا این همه انسان غافل وجود دارد، اونهایی که ملحدن از خدا غافلن، اصلا تعدادشون هم زیاد به نظر میآید، ولی اگر دقت بکنید تعدادشون خیلی کم است، خیلی تعداد کم است. اگر در مقابل این همه موجودات خداوند عز حساب بکنیم، اونهایی که از خدا غافلن چه تعداد از رقمی به حساب میآیند؟ به این آیه قرآن گوش بدیم. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و کثیر من الناس. بعد بگیم اونهایی که به یاد خدا کمن، آیا نمیبینی اونهایی که به یاد خداوند عزوجل مشغولن و کرنش خداوند عزوجل میکنن، یسجد و کرنش برایش میبرن؟ چی؟ من فی السماوات، با اون طبقاتش. کره ما یه دونه ریگ هم در مقابل اونها به حساب نمی آید، یه دونه ریگ هم حساب نمی آید، ولی اون چی که در اون آسمان ها هست تسبیحش میگوین، کرنشش میکنن، سجده بر او میبرن. و من فی الارض، و هرچی در زمین است، و الشمس و القمر و النجوم، با اون تعداد زیادش ستاره ها، و الشجر و الجبال، کوه ها، و الشجر و الدواب، چهار پایان، و کثیر من الناس. لیکن آه بر اونهایی که جزو این گروه ها قرار میگیرن. و کثیر من الناس، بازم یاد خدا میکنن. و کثیر حق علیه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم. این بداند، اون غافل بداند که مورد اهانت قرار گرفته است، غفلتش رو از خداوند عزوجل دور کرده، جزو گروه‌هایی شده که شازن در درگاه خداوند عزوجل. و اونهایی که شکرگزار خدا و تسبیح گویان خداوند عزوجل هستند زیادن، بالاتر آنچه در تصور انسان باشد. پس اینه که به یاد خداوند عزوجل باشیم، شکرگزار خداوند عزوجل باشیم تا درگه اون عدد قلیل و کم مخلوقات خدا قرار نگیریم. و جالب یک نکته امشب تو این وسط بخوام بگم، اشاره کردیم به کارهای اجتماعی خود مورچه ها. مشهور کنیه به عرب ها، عادتا کنیه میگن، فردی مثلا هست یک کنیه بهش میدن که فلانی ابو فلان، مثلا کنیه‌ای که به مورچه دادن میگه ابو مشغول، ابو مشغول، جور همیشه مشغوله دیگه. هر وقت شما نگاش بکنید کاری انجام میده، همیشه مشغول است، همکاری‌های متعدد داره، در همه کارها مشارکت داره. جا داریم ما هم پند بگیریم، در هر کار شریک باشیم، در خوبی‌ها، در هر عمل حسنه‌ای که وجود داره. موقع تصور نکنیم تنها یک سری عبادت هایی که عبادت هست، کار خوب، راه کار دیگر راه رو بندازیم. در حدیث رسول الله اشاره میکرد لئن امشی مع اخی فی حاجت له، اینکه کار برادر مسلمان راه بندازم، یک کار اجتماعی هست دیگه، کار فرد مسلمان راه بندازم، احب الی، محبوب تر است به سوی من، همون چند تا گامی که بردارم، من ان اعتکف شهرا فی هذا المسجد، یعنی که یک ماه اعتکاف در مسجد الحرام بنشینم، لیکن این عمل برام خیلی محبوب تر است. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.